طوری که به همگان معلوم است که مرض کرونا یک مرض است که در جهان فعلا فکر ما شما میکنیم که کدام واکسین نداره و تنها میتونیم که به شکل وقایوی جلوگیری از این مرض کنیم که ما به خاطر وقایه ضمن از اینکه منصوبین قهرمان لوی چهارم تامین صلح امنیت میکنه به اولس خود به مردم خود در مقابل دشمنای وطن و نظام بستادگی میکنه و عملیات ها را اجرا میکنه. ضمن از این کارهای وقایعی به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا که ما شما شاهد از این بودیم که در طول 3 روز بعض همشهریای ما که در کشور همسایه ما پاکستان در اوجا یا به خاطر تداوی یا به خاطر زندگی در اوجا بودن تقریبا تا 30,000 نفر از کشور پاکستان برگشت و به افغانستان آمد و از این جلال اباد عبور کرد به دیگه ولایت ها. به این خاطر که ما بتانیم همین جاده ها را به خاطر که واقعی مثبت ثبت نشه ضد عفونی کنیم، ما تصمیم امروز گرفتیم که واسطه اطفای ما که بگوره ما به حساب مواد که باید است ضد عفونی کنه که کلورین و بعضی مواد دیگه بود او را در یک جای ساختیم و حال سرکار ما انشاءالله ضد عفونی میکنیم و ما همیشه این وعده و اطمینان میتیم که در خدمت مردم خود در هر نوع شرایط هستیم و این وقتی است که ما کل ما باید است یک جای شویم با هم مبارزه در مقابل مرض کرونا.